بسم الله الرحمن الرحیم. به وقت مقام کوهستان در خدمت حاکم آن بقعه، مجلس عالی ناصرالدین عبدالرحیم ابن ابی منصور تغمده الله به رحمته. گفتیم خب اینم در اون چیز اسماعیلیه بود و در واقع محصور بود، یک نوع در واقع زندان که نمیتونیم، محصور بود دیگه. و این کتاب را که نوشت، مقدمه ای که نوشت به سیاق اونها بود. بعدن که در واقع استخلاصی براش ایجاد شد، اومد مقدمه این کتاب رو برگردون. این اخلاق ناصری هم که اسمش گذاشته به مناسبت ناصرالدین عبدالرحیم اخلاق ناصری، تغمده الله به رحمته. تغمده الله به رحمته یعنی خداوند او را در رحمت خودش وارد کنه، بپوشاند او را. این کلمه تغمده از کلمه غمد یعنی غلاف شمشیر. آنچنان که شمشیر در غلافش پوشیده میشه، از اون اسم فعل درست کردن، تغمده الله به رحمته. در اثنای ذکری که میرفت از کتاب الطهاره ابن مسکویه یا تهذیب اخلاق ابن مسکویه، به این مناسبت که گفت به من که چه کار کنید، اینو ترجمه بکنید به زبان فارسی که حالا صحبت میکنید. استاد فاضل و حکیم کامل ابو علی احمد ابن محمد ابن یعقوب مسکویه یا مسکویه، دوتاش گفتن، خازن رازی، سقلا سرا و رضی عنه و ارضا. خداوند خاک او را سیراب کند، سقلا سرا یعنی در واقع او رو شاد کنه، روح او را شاد بکنه. و رضی عنه و راضی باشد از او، و ارضاه و او را خوشنود گرداند. در تهذیب اخلاق ساختن. این تعریفی کرد راجع به ابن مسکویه که یک کتابی به عربی تعریف کرده در باب تهذیب اخلاق و سیاقت آن بر ایراد بلیغ‌ترین اشارتی در فصیح‌ترین عبارتی پرداخته. تعریف اون کتاب عربی میکنه که به صورت بسیار زیبایی اینو نوشته، چنان که این 3-4 بیت، این 4 بیتی که در واقع علنه دربارش صحبت میکنه که پیش از این در قطعه گفته آمدند، یک قطعه به عربی در توصیف این کتاب تهذیب الاخلاق آمده است. به وصف آن کتاب ناطق است، یعنی گویاست بر توصیف آن کتاب. خب بخونه خانم نیری، بخونید شما. نیومدن نشیگه ها. یه نفر دیگه بخونه. استاد کجا خودم میخونم؟ به نفسی، اول که صفحه 36. به نفسی کتاب حاز کل فضیلت و صدا میاد؟ بله. بنفسي كتاب صار كل فضيلة وصار لتكميل البرية ضامنا مؤلفة قد أبرز الحق مؤلفه نه مؤلفه قد أبرز الحق خالصا بتأليفه من بعد ما كان كاملا فوسمه باسم الطهارة قاضيا. این هم اسم همزه وصله باسم الطهارته. وسمه باسم الطهارة قاضيا به حق معناه ولم يكن معينا لقد بدل المجهود لله درة. نه لله در رهو خودش یک ترکیبه. لله در رهو فما كان في نصح الخلائق خائنا. خب من یه بار دیگه میخونم. به نفسی کتاب هاز کل فضیلت و صار لتکمیل البریت ضامنا.
مؤلفه قد ابرز الحق خالصا بتألیفه من بعد ما كان كاملا و وصفه باسم الطهارة قاضيا به حق معناه ولم يكن ماينا لقد بذل المجهود لله دره فما كان في نصح الخلائق خائنا. به نفس سوگند میخورم به خودم، قسم میخورم که کتابون، یعنی هذهی کتابون. کدوم کتاب؟ کدوم کتاب؟ همین اخلاق الناصری. نه این کتاب همون تهذیب الاخلاق الطهاره ابن مسکویه است. به نفسی کتاب هذا، این کتاب یعنی اون کتاب عربیه که هنوز ترجمه نشده، هنوز اخلاق خواجه نصیر کاری نکرده، در بر گرفته از تمام فضیلت ها و سار لتکمیل البریت ضامنا و ضامن تکمیل سجایای اخلاقی نوع انسان است. بریه یعنی انسان، برایان که جمعشه. مؤلفه قد ابرز الحق خالصا، مؤلف اون کتاب به درستی حق را آشکار کرده است. به تألیفهی، با تألیف اون کتاب، من بعد ما کان کاملا، از بعد از آنکه پوشیده بود، حق پوشیده بود و در این کتاب آشکار شد. و وصفه باسم الطهارة قاضیا، و به درستی نام او را الطهاره گذاشته است. قاضیا یعنی به حقیقت. بهی حق معناه ولم یک ماینا، معنی این کتاب را به درستی الطهاره گذاشته و در نامگذاری آن دروغ نگفته است. ماین این دروغ گفتن، ماین. ولم یک ماینا. خب یکی برای من، خود خانم بنان، این چرا شده لم یکو؟ این چی بوده در اصل؟ لم یکن بوده دیگه. خب یکون بوده. چه؟ اولا یکونا بوده. یکونا وقتی که مجزوم بشه واو میفته میشه لم یکن. الان اینجا نون هم نداریم. به خاطر چیه دیگه؟ بزن. به خاطر چی؟ بزن. تو قرآن هم داری ولم اکو بقیه، اکون شده اکو، تو قرآن هم داری دیگه. چه اونجا که وزن نیست دیگه. نمیدونم. خانم نگیری چی میگی؟ خانم شیدایی یادم رفته. خانم نگیری چی میگی؟ استاد به خاطر اون میمی که بعدش اومده، به خاطری که بخواد ادغام بشه حذف نشده دیگه، هم به ضرورت بعد نه گوش کنید. ببینید بعضی چیزها در زبان عربی جایز بوده که این کار بکنن. لم اکن به ضرورت‌های زبانی شده لم یکونو، شده یکون بعد اکو. تو قرآن هم دو سه جا داریم ولم اکو بقیه، یعنی من طغیان نکردم. این هم همون یه قاعده شاذه، قاعده است که باید بدونید، توضیح بدید. جایز است که در بعضی موارد این کار بکنه، هم در نص هم در نه، به خاطر چابک کردن در گفتار. لقد استاد به خاطر همون که نون و میم هم مخرجن دیگه، که خانیری هم گفتن. نه اصلا هم نه اکو، این اکون. ببین ثقالتی که ایجاد میکرده در زبان به این صورت، جای دیگه ما نمیتونیم این کار بکنیم. این قاعده است، قانونه که در واقع مثل چیزهایی که تحول زبانی در زبان فارسی ایجاد میکنه و یه تغییراتی درش ایجاد میشه، حالا به مناسبت‌های مختلف. خب لقد بذل المجهود لله دره
فاعل بذله چیه؟ کی است؟ همون کسی که اون کتاب رو نوشته دیگه ابن مسکویه. درست. بدل المجهود، این تمام سعی خودش کرد در تالیف این کتاب. لله در روح یعنی چی؟ لله در روح. حالا شیدایی چی میگی؟ لله در اصلا معنی در رو نمیدونم ولی برای خداست در ها. چی میگی؟ خانم بنان خانم اصطلاحشو بلدم، معنیشو بلد نیستم، میدونم کجا استفاده میکنیم ولی نمیدونم معنی فارسی براش ندارم. ترجمه چی میکنید تو فارسی؟ خب همون دارم میگم معنی فارسی براش ندارم. یعنی خدا خیرش بده، یعنی خدا خیرش بده. لله در رو قائل، خدا گوینده اینو خیر بده. این در یعنی دوشیدن شیر، که یعنی خیر پی در پی. این که سعدی میگوید مرا خیری که ثبت بشه، میگه مرا در نظامی ادرار بود، از همین ریشه دره است. دره دوشیدن شیر. صبح می دوشیدن، اصلا می دوشیدن. این پی در پی بوده. این دیگه ترکیبیشه دیگه. اصطلاحه لله در رو یعنی خدا خیر بهش بده. لله در رو قائل، خدا به گویندش خیر بده. ببینید شما در یک مقطعی هستید، گفتم دوره اجتهاده، دوره ای که باید بگید من نمیدونم، باید برم تحقیق کنم و این مسئله رو بدونم. حالا لقد بدل المجهود لله در روح فما کان فی نصح الخلائق خائنا، و در اندرز و پندگویی به خلائق خیانت نکرد. این 4 بیت توصیف او کتاب طهارة الاعراق ابن مسکویه است یا تهذیب الاخلاق. با محرر این اوراق فرمود. فاعلش فرمود کی آقا؟ فاعلش ببین گفتیم فاصله میاد کی؟ اون کسی که به توسی گفت اینو به فارسی بنویس. میه صفحه قبلش عبدالرحیم. آره ناصر عبدالرحیم. اینا دیگه متمم جمله بود و توصیف این کتاب با این ما محرر این اوراق، یعنی نویسنده این کتابی که الان اخلاق ناصره است فرمود که چه کار بکنه؟ بخونه. خانم شیدایی بخونه. با محرر این اوراق فرمود که این کتاب نفیس را به تبدیل کثرت الفاظ و نقل از زبان تازی با زبان فارسی تجدید ذکری باید کرد، چه اگر اهل روزگار که بیشتر از علمی ادب خالی‌اند از مطالعه جواهر معانی چنان تألیفی به زینت فضیلتی حالی شوند. احیای خیری بود هر که تمام کرد. محرر این اوراق خواست که آن اشارت را به انقیاد تلقی نماید همون نماید. معاودت فکر صورتی بکر بر خیال عرضه کرد. اینجوری درست؟ بله. گفت معانی بدان شریفی از الفاظی بدان لطیفی که گویی قبایی بر بالای آن دوخته. صرف کردن عبارت اینطوریه. بعد بدان شریفی از الفاظی بدان لطیفی که گویی قبایی است بر بالای آن دوخته سلخ کردن و در لباس عبارتی واهی نسخ کردن عین مسخ کردن باشد. و هر صاحب طبع که بر آن وقوف یابد از عیب‌جویی و غیب‌گویی مسئول نماند. و دیگر که هرچند آن کتاب مشتمل
بر شریفترین بابی است از ابواب حکمت عملی، اما از دو قسم دیگر خالی است، یعنی حکمت مدنی و حکمت منزلی. منزلی دیگه یا منزلی و تجدید مراسم این دو رکن نیز که به امتداد روزگار اندراس یافته است مهم است و بر مقتضای قضیه گذشته واجب و لازم. پس اولا آن که ذمت به عهده ترجمه این کتاب مرهون نباشد و تقلد طاعت را به قدر استطاعت مختصری در شرح تمامی اقسام حکمت عملی بر سبیل اقتدا، نه شیوه ملازمت اقتدا، چنان که مضمون قسمی که بر حکمت خلقی مشتمل خواهد بود خلاصه معانی کتاب استاد ابوعلی مسکویه مسکویه یا مسکویه دوتاش مسکویه را شامل بود یا بود شامل بود انقدر شامل بود کرده آید مرتب کرده و در دو قسم دیگر از اقوال و آرای دیگر حکما مناسب فن اول نمطی تقریر داده شود. چون این خاطر در ضمیر مجال یافت بر او عرضه داشت پسندیده آمد. بر او که او بعد میگرده به کی؟ کدوم؟ او یعنی کی؟ به همون ناصرالدین آمد. درست. بله. پسندیده آمد قبول کرد دیگه. خب خوبه. امروز میگن اوکی مثلا. خب پس به این موجب هرچند خویشتن را منزلت و فایق این جرأت نمیدید و بدین عزیمت نیز از طعن طاعن و وقیعت بدگوی خلاصی زیادت صورت نمیبست، اما چون در امضای آن عزم مبالغتی چون در امضای آن عزم مبالغتی تمام می‌فرمودند در این معنی شروع پیوست و به توفیق الله تعالی به اتمام رسید. و چون سبب تألیف اقترا و اشارت او رحمت الله و چون سبب تألیف اقترا و اشارت او رحمت الله بود کتاب را چرا رحمت الله آقا رحمت الله اگر گفتی مبتدا و خبر میخواد علیهش کنه؟ نه رحمه الله بله رحمه الله بود کتاب را اخلاق ناصری نام نهاد. انتظار به کرم عمیم و لطف جسیم بزرگانی که به نظر ایشان بگذرد آن است که چون بر خطایی و سهوی اطلاع یابند شرف اصلاح ارزانی فرمایند و تمهید عذر را به انعام قبول تلقی کنند انشاءالله تعالی. خب خوبه. میگه به من گفت که این کتاب نفیس گرانمایه به تبدیل میخواد بگه که این چون عربی بوده و همه عربی دان نبودن دیگه اینو بیا ترجمه کنیم به فارسی. از حلیه ادب خالیان اونجا وقتی که ادب میگه توسعاً به معنای ادبیت و عربیت و اینها بوده. همه در اون سطح نیستن که از اون کتاب عربی استفاده کنن. تجدید ذکری باید کرد، یعنی باید نوسازی کرد، به صورت دیگه بازآفرینی کرد. چه اگر اهل روزگار که بیشتر از مطالعه جواهر معانی چنان تألیفی به زینت فضیلتی حالی شوند. ببین یکی خالی یکی حالی، اینا رو عمدن آورده دیگه. آراسته بشه احیای خیلی بود، یعنی باقیات الصالحات خواهد بود. محرر این اوراق خواست، اون به معنای مثلا خواستم، یعنی بنده میخواستم، امروز برای اعتراف به صیغه سوم شخص می‌آوریم که آن اشارت را انقیاد تلقی نماید. این کتاب سرمشق افرادی که میخوان مقاله خوب بنویسن، رساله خوب بنویسن. امروز میگن پروپوزال، طرح پژوهشی،
میگه من اومدم گفتم خب فکر کردم، گفتم حالا اومدیم ما اینو مثلا ترجمه کردیم به فارسی، خب چی میشه؟ خواجه نصیر آدم یه کتابخون، آدمی دانشمند، علامه است. کتاب‌هایی که در یونان نوشته شده، کتاب‌های دیگه، آرای افلاطون، ارسطو، اینا رو دیده. بعد میگه من اومدم دیدم که این یک بخش از حکمت عملیه. حکمت عملی شامل دو بخش دیگه هم هست که در این کتاب نیست. یکی تدبیر منزله، میگن حکمت منزلی، و دیگر حکمت سیاست مدونه. میگه دو بخش نیست. همچنان که گفتیم این کتاب داره 3 مقاله است. مقاله تهذیب نفس، خودسازی. مسئله دوم تدبیر منزل، و سوم سیاست مدونه. اینی که گفتم این پایان نامه خانم ابطحی بود که زیر نظر من انجام گرفت. اومده بود این قسمت تهذیب اخلاق ابن مسکویه که چطوری ترجمه کرده، آیا دخل و تصرفی کرده خواجه نصیر، این که بیشتر میگه مثلا آرای ارسطو و فلان، نه است، این مستقیم از آرای یونان گرفته یا این نه از طریق کتاب ابن مسکویه بوده. اومد خیلی خوب تحقیق خیلی خوب انجام داد، چون عربیتش خوب بود، فرانسه بلد بود، خیلی خوب به این صورت در آورد. خواستم که آن اشاره اومدم. من یه سوال بکنم. بفرمایید. ببخشید الان که در مورد پایان نامه فرمودین، الان مثلا اگه کسی بخواد آرای ارسطو یا افلاطون رو از این کتاب در بیاره، اونم کار خوبی میشه یا انجام شده؟ نه، این خیلی وسیع‌تر باید فکر بکنیم. همین خانم گفتم کار کرده. اولا دو تدبیر منزل و سیاست مدلش بیشتر مال اوناست. بله. این در حد مثلا مقاله میتونه باشه که مقاله آدم در بیاره قشنگ بنویسه که این از کجا به کتاب ارسطو گرفته، چطوری گرفته، چه کار کرده، چه تغییراتی درش داده، که حواشی اونم بنویسه. خب گفت اومدم فکر کردم، معاودت فکر، اومدم این اندیشه و فکر رو دوباره روش صحبت کردم، باهاش ور رفتم. صورتی بکر، فکر و بکر، یک صورت جدید درش ایجاد کردن، بر خیال عرضه کرد. یعنی چی؟ آوردم تو تصور خودم که بیام این کار بکنم. گفت مثلا این خیال بهش گفت، یعنی به اینش رسید که معانی بدان شریفی از الفاظی بدان لطیفی، یعنی با خودم حدیث نفس کردم که بیام این کار بکنم، چقدر خوبه بده. اگر من بیام او رو فقط ترجمه بکنم، اون که عبارتش خیلی عبارتهای سنجیده شده ایست، بیام تو یک لباس دیگری بیارم به زبان فارسی، اون لباس رو ازش بگیرم و بیام یه لباس ناجوری بهش بپوشونم، اینو مسخ کردم، از بین بردم. این مسخ کردن باشن و هر صاحبتر که برام وقوف یابد از عیبجویی و غیبت گویی. غیبت، ببین غیبت کسی که نیست میگیم غیبت، ضد حضوره. اما اگر کسی نیست پشت سرش بعد بگیم میگن غیبت. مسئول نماند، یعنی منو سرزنش میکنن. و دیگر که هرچند آن کتاب مشتمل بر شریف ترین بابیست از ابواب حکمت عملی، در حکمت عملی خودسازی مقدمه تمام این چیز هست. خودسازی. حالا میخونیم حکمت نظری، میخونیم حکمت نظری چیه، چند بخش داره، حکمت عملی چیه، اینا انشاءالله در صفحات آینده میخونیم.
تجدید مراسم این دو رکن نیست که میگه این دو بخش دیگه فراموش شده، کهنه شده، ما بیام با نوشتن این کتاب احیاش بکنیم. مهم است و بر مقتضای قضیه گذشته واجب و لازم. پس اولا آنکه سزاوار است که فقط ذمت به عهده ترجمه کردن مرهون نباشد، یعنی فقط ترجمه رو به عهده نگیرم، برگردن من نباشد، بلکه اون قسمت ها رو بهش بیفزایم و تقلد طاعت را به قدر استطاعت مقتصری در شرع تمامیه. یعنی ضمن ای که پذیرفتم از ناصرالدین قبول کردم که این کتاب ترجمه کنم، اینها رو هم بهش بیفزایم. مختصری در شرح تمامی اقسام حکمت عملی بر سبیل ابتدا نشی، یعنی یه چیز در واقع ابداعی بکنم چون قبلا نبوده. این که میگه بر سبیل ابتدا اینه، نه شیوه ملازمت اقتدا که بخوام فقط از یکی بگیرم، یک در واقع ابتکاری به خرج بدم و این کتاب را مزین کنم به 3 بخش از اقسام حکمت عملی، چنانکه مضمون قسمی که بر حکمت خلقی مشتمل خواهد بود، حالا این قسمت تهذیب اخلاقش مرحوم باشه به ترجمه همین استاد ابوعلی مسکوی مرتب کرد و در 2 قسم دیگر از اقوال و آرای دیگر حکما که گفتیم اون قسمت بیشتر از آرای حکما گرفته، مناسب فن اول نمتی یعنی بخشی قسمتی تقریر داده شود، چون این خاطر در ضمیر مجالیاب وقتی که تو ذهن خودم آوردم یک چارچوب حدود و تعاریف اینو تو ذهنم آوردم، عرضه کردم بر آقای ناصرالدین، پسندیده آمد، قبول کردم. پس به این موجب هرچند خویشتن را منزلت و پایه این جرأت نمیدیدم، یعنی خودش آورده کوچک نفسی کرد، شکست نفسی کرده و بدین عزیمت نیست از طعن طاعن. و میگفتم چون همیشه میگه آقا قطار ماشین دودی که بود، حالا خیلی هم تو این چیزا میگن ماشین دودی تو ایران بوده اینا، میگه بچه‌ها وایساده بودن وقتی که ماشین دودی حرکت میکرد سنگش می‌دادن تا موقع که حالا انسان هم همینه دیگه، اگر یک کاری انجام بدی حسادت میکنن. میگه باز منتظر بودم که بعضیا منو سرزنش بکنن، اما دل به دریا زدم و این کار رو انجام دادم. اما چون ایشون هم در اجرای این کار عزمی مبالغتی تمام می‌فرمود، در این معنی شروع پیوست، یعنی شروع کردم. اینا میگفتن شروع پیوست فعل‌های آغازیه و به توفیق الله تعالی به اتمام رسید. و چون سبب نوشتن این پیشنهاد اقترار، یعنی پیشنهاد اون بود، اسم این کتاب هم گفتم اخلاق ناصری. انتظار به کرم عمیم و لطف جسیم، یعنی لطف فراوان بزرگ. این که میگه نسیمون وسیمون جسیمون وسیم، این جسیم اونجا چه معنا میده خانم شیدایی؟ شعر مال کیه؟ خوشیکل استاد. چی؟ مال سعدی گلستان. سعدی گلستان. بعد در مورد حضرت رسول داره میگه، بعد میگه جسیم یعنی خوشیکل. آره. یعنی بدن یعنی خوش اندام. انگلیسی چی میگن؟ خوش اندام. انگلیسی شد نمیدونم استاد. هندسام میگن هندسام میگن. آخه بیوتیفول داریم، گریتفول داریم، اکسلنت داریم، نایس داریم، اینا هر کدوم. استاد ما به وسیم میگیم هندسام. به کی؟ وسیم. به وسیم میگیم هندسام. نه وسیم یعنی خوب چهره. آره. اصلا یعنی وسم گذارن. وسیم اونجا در شعر سعدی به معنای ممهور به مهر نبوته. وسم یعنی علامت گذاشتن، چون پیامبر این مهر نبوت داشت. نسیم معطر، جسیم یعنی خوش اندام. بله؟ ببخشید بین حضرتتون میگم الان تو عربی ما به آدم خوش چهره، پسر خوش چهره میگیم وسیم، اگه دختر باشه میگیم جمیله. یعنی همون جمیل نمیگیم به پسر. آره. خب وسیم که میخوام بگم، وسیم میدونی یعنی چیه؟
یه میکنه از کلمه وسمه گذاشته شده یعنی زیبا. وسمه که حالا از اون حرف از قلم آرایشی که میکردن یکیش وسمه به ابرو میزدن، وسمه به ابرویه. بگذاریم آقا بریم هیچ ما رو توی وارد این کارا نکنیم. انگلیسی چی بود استاد جسی؟ جسی؟ هندسام. هندسام مثلا خوش هیکل، مثلا چهره مثلا زیبا و نایس میگن چهره. باز تعاریف مثلا بیوتیفول هم دارن. ولی اصلا هندسه بیشتر برای چهره است، برای جسم نیست. هندسام؟ خوشتیپه. خوشتیپ دیگه. خوشتیپ. بیا آقا از این بیام بیرون، از این بیام بیرون. انتظار. بله. خب چیکار کردم آقا؟ فرقینده بزرگ که چون بر خطای یا سهو اطلاع یابند شرف اسلام، یعنی خودش هم میگه که اگر مشکلی بود بعداً ببینید من اصلاح میکنم، از هم اولم معذرت خواهی میکنم. در واقع چیز نیستم که دوگ نیستم، متعصب نیستم که بگم این است و علاقه. فصل. خب یکی از آقایون بخونم. بله. عمیمی هم که توی همون جا بود، کلمه عمیم از همون عمومیت دیگه. فراگیر. آره فراگیر. اینجا میگیم فارسیش فراگیر. آره. انشاءالله تعالی این انشاءالله باید جدا بنویسه. این جدا شاء الله انشاءالله. فصل در ذکر مقدمه ای که تقدیم آن بر خوض در این مطلوب واجب بود. اگر بخوایم امروز بنویسیم آقا چطوری بنویسیم؟ به زبان امروز بخوایم بنویسیم استاد همه فصلو محبوب الله کیه؟ محبوب الله هستی؟ استاد بنویسیم تقدیم نامه یا مثلا تقدیر رو تشکر. نه این آقای محبوب هست؟ استاد در خدمت هستم. محبوب الله عالمی پاکستان ها. الان 2 نفر از پاکستان داریم. یکی برهان که میدونم. محبوب الله تازه اومده. استاد من از افغانستان هستم. محبوب الله؟ بله. پس چه نوشتن این پاکستان؟ نه افغانستان هستم. افغانستان. خب خوبه. بعد این آقای مهدی حسن هم هست؟ مهدی حسن صاحب. مهدی حسن استاد نیستن الان. نیستن. خب خانم میرزایی بخونید ببینیم. چی شد؟ ببینید دیگران میکروفون رو خاموش بکنن. خانم خراب میشه. بله بفرمایید. الان این 2 پاره شد دیگه، با اینکه اینجا گذاشتم چون ضبط میکنم این قسمت کسی تلفن میزنه این قطع میشه. الان شو قسمت دوم. بله بفرمایید. و قیام نمودن به کارها چنان که باید به قدر استطاعت تا نفس انسانی به کمالی که متوجه آن است برسد و چون چنین بود حکمت منقسم شود به 2 قسم، یکی علم و دیگر عمل. علم تصور حقایق ببینید گفت حکمت چیه؟ الان به شما میگه حکمت چیه؟ تعریف حکمت دانستن چیزها آنچنان که باید باشند. آنچنان که باید باشند ممکنه در جاهای زمانهای مختلف فرق میکنه. یه وقتی میگفتیم حکمت بطلمیوسی که نظام منظومه شمسی رو، سولار سیستم رو که میگفتن زمین مرکز عالم هست، اونا میچرخن روش. این حکمت بطلمیوسی، نجوم بطلمیوسی. امروز حکمت چیز دیگه است. امروز ناسا و
اونایی که استرونومرها، اونایی که فضا رو تحقیق میکنن با تلسکوپ های بسیار قوی چیزای دیگه میبینن، اصلا شماره گذاری میکنن، میگن نمیدونم کره نمیدونم شماره فلان، سیاه چال ها. حکمت چیز دیگه است. وقتا میگفتن که زمین خورشید دور ما میگرده، حد ثابت شد که نه، برعکسه، ما دور اون میخوایم. این که میگه تعریف حکمت دانستن چیزها آنچنان که باید باشد به طاقت بشری، به شرطی چی؟ ما رو از پایین بیاره بالا. به شرط اینجا که میگه که مزاولت از جهت اخراج آنجا در حیز قوت باشد به حد فعل، به شرط آنکه مؤدی بود، منجر بشه از نقصان به کمال. اگر کسی یه علمی یاد بگیره که در جهت تخریب باشه، در جهت تمدن باشه، در جهت مخالف تمدن بشریت، یعنی علم یاد بگیره که دزدیش بیشتر بشه، اختلاسش بیشتر باشه، اینجا دیگه حکمت نیست. مکرو قدر و مسائل دیگه که انشاءالله در فضائل اخلاقی و رضایل اخلاقی در آینده میخونیم. پس حکمت این که میگه به قدر استطاعت تا نفس انسانی به کمالی که متوجه آن است برسن. یعنی حکمت بخونید برای که رسیدن به کمال. و چون چنین بود بخونید حکمت منقسم میشود به دو قسم. یک توضیح دیگه براتون بگم، این کتاب رو که میخونید برای خود جدول ببندید، تقسیم بندی بکنید. حکمت که جلو چی میده؟ حکمت عملی، حکمت نظری. حکمت نظری باز یه آکولات باز میکنید، تقسیم میشه به این و این. این کتاب به این صورته، یک کتابی است که واقعا باید هضمش بکنید و اینقدر برای شما مفید خواهد بود در تحقیق، در نوشتن مقاله، در نوشتن رساله. درست مثل که اول شروع میکنه، مقدمه چینی میکنه که منقسم میشه، یکی علم و دیگر عمل. علم چیه؟ بخونید. علم تصور حقایق موجودات بود و تصدیق به احکام و لواحق آن چنان که فی نفس الامر باشد به قدر قوت انسانی. و عمل ممارست. پس یکی دانستنه، یکی عمل کردنه. ما بدونیم که چیه تو ذهنمون میاد، درست مثل نرم افزاری که بعداً به صورت یک معمار یک چیزی تو ذهنش هست، میگه مثلا من این ساختمون رو به این صورت، یعنی تو ذهن معمار یا در ذهن نویسنده قبل از که بنویسه یه چیزای طرحی هست که از اینجا بنویسم، این کار میکنم میارم. ولی وقتی که نوشت و انجام داد میشه چی؟ عمل. پس تصدیق به احکام و لوایح آن چنان که فی نفس الامر باشه. اما چه کسی حکمت ها رو میدونه؟ پیامبر از خداوند میخواست که ارن الاشیاء کما هی. خداوندا حقایق اشیا و موجودات آنچنان که هست به من نشون بده. ما این دفعه یه طرفش میبینیم، یک بعد رو میبینیم، دو بعد دیگه نمیبینیم، سه بعد ببینیم، بعد چهارم رو نمیبینیم. پس به قدری که ما بتونیم بفهمیم میشه حکمت نظری. و حکمت عملی چیه آقا؟ عمل و مبارزات حرکات و مزاولت صناعات از جهت اخراج. مزاولت یعنی به کار گرفتن، انجام دادن، از جهت برای اخراج به حد فعل، به شرط آنکه بله، به شرط آنکه مؤدی بود از نقصان مؤدی که خیلی میام، یعنی منجر شود، منتهی شود، به شرطی که به اینجا برسه، از نقصان به کمال. ببین کسی که تعریف میکنه وسطش رو همجا خالی نمیذاره که بگه بله، یعنی یک نفر اگر شرور باشه، تو ذهنش شرارت باشه، بیاد شرارتش چیز بکنه، اینجا در حکمت نیست.
به شرطی که منجر بشه از نقصان به کمال بر حسب طاقت بشری. اینکه قید طاقت بشری میاره ممکنه حکمت در یک دوره اصلا چیز دیگه است، در یک دوره دیگه یک منافع باشه یکی مضار باشه. و هر که این دو معنی در اون حاصل شود، یعنی چی؟ کدام دو معنی؟ یعنی چی؟ علم عملی و بله، یکی دانستن، یکی عمل به آن. بهش میگن چی؟ حکیمی کامل و انسانی فاضل بود و مرتبه او بلندترین مراتب نوع انسانی باشد، چنان که فرموده است عز من قائل یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. عز من قائل یعنی گوینده زبردست که خداست، بزرگ است، عزیز است اون کسی که عز من قائل. یؤتی الحکمت، خداوند حکمت رو میده به کسی که دوست داره، من یشا. و اگر کسی این حکمت را یعنی دانستن و عمل به اون به شرطی که از نقصان به کمال بیاد، چیز کمی نیست. و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کسی که حکمت بهش بدن خیر کثیر به او داده شده است. خب کافیه. خب من امروز ساعت چنده؟ 59. خب یه مقدار الان ساعت 2. یه رو به دیگه میخونم چون امروز خود کار دارم، بعد جلسات اضافی هم برای شما میذاریم. بخونه آقای برهان، بخون شما. و چون علم حکمت سلام علیکم. بله. و چون علم حکمت دانستن همه چیز هاست چنان که هست، پس به اعتبار انقسام موجودات منقسم شود به حسب آن اقسام. و موجودات دو قسمت. اون اقسام نه. خب آن اقسام و موجودات دو قسمت. یکی آنچه وجود آن موقوف بر حرکات ارادی اشخاص بشری نباشد. ببین شما که ترک نیستی دیگه برهان، حالا این ترک ها همش که کسره میدادن، شما چرا؟ سونو یک بات هم چیز ہے، ایک تلفظ صحیح فارسی میں بات کرو، کیونکہ وہ اردو میں وہ دوسرا چیز ہے. میرا خیال ہے کہ وہ مثلا سان سہن تلفظ کر میکنی. ہاں آپ یہ میرا خیال ہے کہ آپ اتنا سال ہے 3 سال 4 سال ہے کہ آپ ایران ہیں، لازمی ہے کہ وہ سایه طالب علم ایران کتنا؟ 1.5 سال. हाँ आधा साल. हाँ 1.5 साल. 1.5 साल हो, उसमें से भी तो कोरोना आ गया, इसकी वजह से थोड़ा सा वो मामला खराब. ठीक है. خب پس یکی که این تلفظا رو انشاءالله خوب انجام بدید، تلفظ کنید. خوب بعد بسیار خوب ادامه بدید. یکی علم به قسم اول و آن را حکمت نظری خوانند و دیگر علم به قسم دوم و آن را حکمت عملی خوانند و حکمت نظری منقسم شود به دو قسم. هم منقسم بهتره منقسم شود. بله منقسم شود به دو قسم. یکی علم به آنچه مخالطت ماده شرط وجود او نبود و دیگر علم به آنچه نبود و دیگر علم به آنچه تا مخالطت ماده نبود موجود نتواند بود و این قسم نتواند بود. اینجا دیگه نتواند بود، موجود نتواند بود و این قسم آخر باز به دو قسم شود. یکی آنچه اعتبار مخالطت ماده شرط نبود
در تعقل و تصور آن و دوم آنچه به اعتبار مخالطت ماده معلوم باشد. پس از این روی حکمت نظری به سه قسم شود. اول را علم مابعد الطبیعه خواند، علم مابعد الطبیعه و دوم را علم ریاضی و سیوم را علم طبیعی و هر یکی از این علوم مشتمل شود بر چند جز که بعضی از آن به مسابقت اصول باشد و بعضی به منزلت فروع. خب پس کافیه. پس علم حکمت دانستن چیز است به اعتبار این تقسیم کرد دیگه. یکی آنچه وجود آن موقوف بر حرکات ارادی اشخاص بشری نباشد. ما نمیدونیم بعضا دستگاه گوارش خون ما چطوری کار میکنه، فلک چطوری میچرخه، این ما نمیتونیم این کار بکنیم. و دوم آنچه منوط باشد به تصرف و تدبیر این جماعت، یعنی انسان میتونه با اختیارش اینا رو تغییر بده. پس علم به موجودات اینجا دو قسم. یکی علم به قسم اول و آن رو میگن حکمت نظری، دانستن چیزها، و دیگر علم به قسم دوم میگن حکمت عملی. باز اون حکمت نظری که گفتیم که این گفتم جدول بندی برای خودتون بکنید که خوب اینا تو ذهنتون طبقه بندی بشه. منقسم میشه به یکی علم به آنچه مخالط ماده شرط وجود آن نبود. مثلا میگیم 1 2 3 4، یا میگیم مثلا مخاطب میگیم روح، هوش، جان، مجردات. و یکی دیگه چی؟ دیگر آنچه تا مخالط ماده نبود موجود نتواند بود. هر چیز مادی. حالا بعضیاش ممکنه نبینیم اما اثرش ببینیم دیگه. انرژی ها هست. و این قسم آخر هم که باز مخالطت ماده نبود دو قسمه. یکی آنچه اعتبار ما و شرط نبود در تعقل و تصور، مثل اعداد. ما بگیم یک چیه؟ وحدت، کثرت، یه چیزی تو انتزاعیه. اما وقتی که گفتیم یک کتاب، این کتاب در واقع اونو بیا معلوم میکنه. یک کتاب، یک انسان. و دوم آنچه به اعتبار ماده معلوم باشد. پس از این روی حکمت نظری میشه سه قسم. ببین حکمت نظری با اینکه بعضیاش ذهنیه بعضیاش مادیه با تقسیم بندی میشه. اول را علم ما بعد طبیعه میگن. این طبیعیات که ما میتونیم ببینیم شو اون ما بعد طبیعه است. عالم مجردات، عقول، نفوس. نفس به صورت مجرد وقتی نفس انسانی باز فهم میکنه. اما خود نفس که آیا نفس مادیه، روحیه یا جسمیه اصلا ما نمیدونیم که نفس انسان چی هست. که اون روز برای تو گفتیم که تعریف نفس اینه که نظر خواجه نصیر طوسی با مولا صدرا فرق میکنه. خواجه نصیر طوسی معتقده که روحانیت الحدوث و روحانیت البقاست. مولا صدرا میگه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. در قسمت اولش با هم معارضه دارن. چرا؟ چون بالاخره نفس مادی هم نیست. برای که نفس خودش در واقع به جزء مجردات. نفس، تعریف نفس اینه که مدرک به ذات و متصرف به حالات. یک چیزی هوشمند. اما همین چیز هوشمند با به کارگیری چشم و جوارح و دست و پا کار انجام میده. وقتی که کار انجام میده در واقع یک مقداری این دنیای مادی هم در اون سهیم میشه. این که مولا صدرا میخواد بیان بکنه که جسمانیت الحدوثه، یعنی در واقع ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارم. روح هم از شؤون نفسه، یعنی روح هم در اختیار نفسه. نفسه که در واقع میتونه
با استفاده از روح، چون اگر حیات نداشته باشه کاری نمیتونه بکنه. به اعتبار این کار پس میشه چی؟ اینه که فردا قیامت اگر چیز باشه جواره هم باید زحمتشو بکشن دیگه. اگر کار خوبی کردن جورش هم باید بکشن، کار بدی هم کردن باید تقاصشو پس بدن. این نمیشه که فقط نفس خالی، روح خالی عذاب ببینه. اون نفس اینه که میگن اعمال ما تجسد پیدا میکنه، جسمیت پیدا میکنه. از این رو مثل قصه اول مابعد طبیعه، دوم میگن علم ریاضی. گفتم ریاضی AX2 به اضافه BX به سایز 3. قضیه بطلمیوس، قضیه حمار، قانون حمار. این قانون داشتن علم ریاضی گفتن، هندسه گفتن قانون حمار. چرا گفتن؟ در یونان هم میگفتن دا. وقتی که میخواستن تعریف خط بکنن یک تعریف میکردن خط مستقیم یعنی خط حمار. گفتن چرا؟ میگفتن که اگر یه الاغی رو رها بکنی یک جایی جو باشه مستقیم میاد به طرف جو، زیگزاگی نمیره، منحنی نمیره، منکسر نمیشه. که میگفتن حالا در تعریف ریاضی میگفتن اقصر فاصله بین دو نقطه، اقصر فاصله بین دو نقطه میگفتن خط مستقیم. بعد انواع خط میگفتن خط منحنی، خط منکسر یا شکسته. نه خطوط. چون اصلا این شخصی که الان یک گوشه ای از کارشو میبینی آدم ریاضیدانه، آدمی است که رصدخانه داره، آدمی است که کتابایی در حوزه نجوم و ریاضیات نوشته، عالمه. این که در واقع یه شخص عالم ببین چطوریه که اینا تقسیم بندی میکنه، میاد کلیات و تعاریف چطوری مینویسه، مبانی نظریشو چطوری بیان میکنه. سیوم را علم طبیعی و هر یک از این علوم مشتمل شود بر چند جزء. حتی اینا داره تقسیم بندی میشن، جزئیاتش دیتیلش میاد به که از آن بعضی بهش میگیم به مسابقت اصوله و بعضی میگیم به فروع. خب اما اصول محبوب الله شما یه چند اینا بخونید تا سر اون پاراگراف. و اما اصول محبوب الله بله استاد. ببخشید استاد من متن رو حاضر ندارم، امروز کلاس امتحان دکتر اکبری بود، اومدم اینجا خوابگاه، متن امرام نیست. اما اصول به علم اول دو فن بود. یکی معرفت اله سبحانه و تعالی، خداشناسی. اونش خداشناسی مبحث بسیار بود. اوصاف و افعال خدا رو بشناسی، میره تو علم حکمت بله، علم کلام. خداوند کلامش با موسی صحبت میکرد، چطوری صحبت میکرد؟ و کلم الله موسی تکلیما. مقربان حضرت فرشتگان جبرائیل و اسرافیل و فرشتگان مقرب کروبیان و دیگران که مبادی و اسباب دیگر موجودات باشند. عقل اول چه کار کرد؟ چون عقول و نفوس و احکام افعال ایشان، عقل چطوری کار بکنه، نفس چطوری کار بکنه. عقل اول و عقول عشره که هر یک از این سیارات میگفتن چی داره؟ یه عقلی داره، یک نفسی داره. 9 تا فلک بوده، 9 تا عقل داشتن، 9 تا نفس داشتن. به اضافه عقل اول که پیامبر اول ما خلق الله العقل میشه چی؟ 10 تا میشه عقول عشره، 10 گانه. عقول و نفوس و احکام افعال ایشان و آن را علم الهی.
دوم معرفت امور کلی که احوال موجودات باشند از آن بود که موجودند، چون وحدت، کثرت، وجود. واجب الوجود، ممکن الوجود، ممتنع الوجود. واجب الوجود خداست، یعنی اصلا تمام وجودها متعلق به او، وابسته به او است که میگه وجود مطلق. ما وجود نسبی هستیم، بدون اون نمیتونیم باشیم. بعد ما میشیم ممکن الوجود. ممکن الوجود یه وقتی هستیم، یه وقتی امکان داره باشیم، امکان داره نباشیم. و بعضیش ممتنع الوجودن. ممتنع الوجود چیزی که برخلاف طبیعت باشه. شما که نمیتونید یک نمیدونم سنگی رو توی چیز هوا نگه دارید بدون ستون، میفته. یا نمیتونید برای خدا شریک قائل بشید، ممتنع الوجوده. وقتی که گفتید خدای یگانه، این دوگانگی در واقع ممتنع الوجود. پس چون وحدت و کثرت و وجوب و امکان و حدوث و قدم چیه؟ که حالا بعضی ها گفتن قدمای خمس، در اینا فرق میکنه که فقط خدا قدیم است و بعد از خدا هر کسی که خداوند چیز کرد میگن چی؟ حدوث، حادثه، حادث و قدیم. حالا اینا که گفتن نمیدونم دهر، بعضی ها گفتن دهر روزگار همیشه بوده، اما زمین و زمان و مکین و مکان و اینا همه چی آقا؟ مخلوق خدا هست، اینا حادث هست. حالا بعضی هم در این ایرای اسلامی مثلا میگفتن قرآن هم قدیمه. چرا؟ اونا یه دلیلی می آوردن دیگه. یا نفس که میگفتن خب خداوند نفس انسانی را آفرید، این میره توی عالم اعیان ثابته، چون اینا بودن تو علم خداوند بودن پس حضور داشتن، پس اینا قدیمن. ولی نه، این علم خدا، اونی که تو علم خداونده تا اون تحقق خارجی پیدا نکرده، تحقق خارجی پیدا کرد دیگه در واقع میشه حدوث، حادث، حدوث و قدم و غیر آن. اون هم فلسفه الان بله فرمودید که ده رو قدیم میگیرن، بعضی ها میگیرن. مثلا بعضی قرآن هم مثلا بعضی ها گفتن قدیمه، به اعتبار همین که گفتن خب علم خداوند قدیمه، پس قرآن هم تو علم خداوند بوده. اما وقتی که میگیم قرآن مثلا در عرض 23 سال، 10 سال در مکه و 13 سال در مدینه به پیامبر نازل شد و در شب قدر علی جملة واحده به پیامبر چی شد، پس حادث. یعنی تا زمانی که از خداوند صادر نشده قدیمه دیگه، جز خداونده. نمیتونیم بگیم. آره اونا که هست موجودیت نداره. ما موجودیتش زمانی میدیم که تحقق موجود بشه. چون ما اونجا خودیم یه وجودی داریم، وجود غیبی داریم، وجود ظاهری داریم دیگه، مادی داریم دیگه. اینو صحبت کردیم اونجا، یادتون هست؟ نقش الفصوص. به اینا میگه، اون میگن فلسفه اولا، یعنی اون چیزایی که از بدیهیاتی باید بدونیم. و فروع آن چند بود؟ چون معرفت نبوت و شریعت و احوال معاد و آنچه بدان مانند شبیه اونا هست. خب من این جلسه رو همینجا تمامش میکنم. بعد اجازه بدید من این ضبط رو ببندم.